اشک و لبخند بزرگترین برنامه کمک رسانی در افغانستان. سلام، خوش آمدید به این برنامه. رهبری این برنامه بزرگ خیریه در افغانستان می خواهد با تقدیم این برنامه برای شما کمپاین جمع‌آوری برای هموطنان بی‌وضاحت در کشور را راه اندازی نماید. ما افتخار خدمت گذاری به بیشترین نفوس این سرزمین را به کمک شما داریم. رهبری این برنامه با راه اندازی برنامه‌های گوناگون تلاش کرده است تا با اقشار مختلف این سرزمین به بیشترین نیازمندان در کشور رسیدگی نماید. ما در این برنامه کوچک مرور به بزرگترین برنامه‌های خیریه با کمک هموطنان عزیز که توسط این برنامه راه اندازی شده است را می داشته باشیم. ما در این برنامه مرور به برنامه‌های یک سال گذشته بالخصوص به برنامه‌های رمضانی در ماه مبارک رمضان را می داشته باشیم. ما برای بیش از 400 خانواده توانستیم بزرگترین برنامه خیریه را برگزار نماییم که خوشبختانه با استقبال گرم بیننده های عزیز مواجه شدیم. ما در این برنامه در کنار کمک مواد غذایی برای نیازمندان غذا را آماده ساختیم و آنها را مهمان سفره های این برنامه ساختیم. 2 روز میشه ما اینا را سروی کردیم، کارت برشان توزیع کردیم و امروز قرار است که 4 قلم مواد غذایی را برشان که از قبیل یک بوریارد است، یک بسته مکرونی است، البته یک بوجی برنج است و همچنان یک روغن 5 لیتره است که برشان تقدیم خود کردیم و همچنان 500 افغانی به خاطر کرای موترشان در نظر گرفتیم. این اشخاص ها در نزد الله مقام بالاتر دارند. دوم، سخاوت یکی از نامه های الله تعالی است. ما در ماه مبارک رمضان با ایجاد تنوع در برنامه‌ها برای بیماران و پرستاران آنها در بزرگترین شفاخانه‌های شهر کابل غذا آماده ساختیم و برای افطار آنها مهمان سفره‌های این برنامه بودند که یکی از این مراکز صحی شهر کابل شفاخانه جمهوریت بود. میزبان هموطنان عزیز ما که از ولایت‌های مختلف آمدن مریض دارند در شفاخانه جمهوریت برشان یک افطاری را به کمک شما ترتیب دیدیم. امیدوار هستیم که ما را دعا کنند، شماهایی که در هر کشور هستین و پول ارسال کردین به خاطر هموطنان عزیز ما که واقعا نیازمند هستند، کسایی هستند در قاط از اینا که تا پول یک پیچکاری را ندارن، چی برسه به این که غذای خوب بخورن. ما با راه اندازی سفره افطاری در ماه مبارک رمضان گذشته باز هم در بیمارستان علی آباد شهر کابل با لطف و مرحمت خداوند آن را هموار نموده و ساعتها را برای خدمتگزاری به هموطنان سپری نمودیم. ای انسان، جایگاهت را درک کن و به خودت رحم بکن. تو هر چی داری باز هم محتاج هستی. برداشته هایت غرور مکن و به هم نسلانت همدردی بنما.
لبان خشکیده این نیازمندان را با هدیه لبخند سیرآب کن. خداوند همه ما را یکسان آفریده است و یکسان دفن می شویم. ما باز هم به ادامه این برنامه ها خواستیم تا در بزرگترین شفاخانه ملی افغانستان یعنی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان سفره افطاری را هموار نماییم که همکاران ما برای راه اندازی این برنامه ساعتها زحمات را متحمل شدند که بالاخره در افطاری یک روز از ماه مبارک رمضان مهماندار هموطنان خود بودند. سلام برس هموطنان عزیز، لحظات آذان است، آذان فرا رسیده و افطار خوش بر تمام از مریضدارا میخواهیم. امیدوار هستیم که ما را از دعایتان فراموش نکنین. فقط خواستیم که امروز به کسایی که از شهر و ولایت آمدن مریض دارن پایوازایش اینجا شب و روز سپری میکنن، برشان افطاری را به کمک شما ترتیب دیدیم. ما در سال گذشته در بزرگترین مسجد تاریخی شهر کابل یعنی مسجد عیدگاه برای بیش از 400 خانواده مواد غذایی را هدیه نمودیم. همچنان در ماه مبارک رمضان در شفاخانه شیخ زاهد باز هم به لطف و مرحمت خداوند بزرگ سفره مهر و همدلی را هموار نمودیم. با نام خدا و با عرض سلام خدمت تک تک هموطنان عزیز ما که در کشور زندگی میکنیم. خدا کنه که روزه و نمازتان به درگاه حق قبول شده باشه و مقبول بگرده. امروز 29 ماه مبارک رمضان است و ما آمدیم در مسجد عیدگاه. باز هم پذیرای 400 میهمان عزیز ما هستیم که کسش یتیم، کسش بیوه، کسش معلول، کسش معیوب و کسش هم نانآور خانه نداره. پس امروز ما مهمان 400 از هموطنان نیازمند ما هستیم. همکاران ما باز هم در یکی از روزهای این ماه مبارک مهماندار 100 تن از کسبکاران در کنار جاده ها بودند که برای آنها در کنار هدیه یک افطاری مواد غذایی ماه مبارک رمضان را برای آنها هدیه نمودند. امروز ما میزبان 100 تن از هموطنان عزیز ما که تمامشان کراچیران هستند و کار و کسبه ندارند، در این شب و روز ماه مبارک رمضان خواستیم که یک دو قلم مواد سحری را برشان تقدیم کنیم و همچنان یک افطاری را که همکارای ما شما در بک‌گراند میبینین هنوز هم در حال توزیع هستند برشان توزیع کنیم. پس ما را بیننده باشین. ما در ماه مبارک رمضان باز هم مهماندار 10 خانواده پرخاطره این برنامه بودیم که در کنار هدیه مواد غذایی با آنها میوه عیدی را هم هدیه نمودیم. دیگه ما را منتظر باشین، ما در خدمت شما هستیم. امروز میخواهیم که با شمول از این که برشان افطاری را تهیه دیدیم، روزهای متعدد به عید سعید فطر مانده، خواستیم که یک دانام برشان بتیم و همچنان یک مقدار مواد خوراکی را که همکارای ما آماده ساخته تا لحظات بعد شاهد تصویر از وام خواد بودین. انشالله او را بر شما با تصویر خواد کشیدیم. این که کیها هست. ما برای 100 خانواده باز هم در ماه مبارک رمضان بعد از بررسی نیازهای آنها 4 قلم مواد غذایی را هدیه نمودیم. باز هم امروز ما میزبان 100 تن از هموطنان عزیز هستیم که از فقر اقتصادی رنج میبرن و امروز ما خواستیم 4 قلم مواد به کمک شما هموطنان عزیز که از کشورهای مختلف چی مادرای عزیز ما بوده، چی پدرای عزیز ما، چی برادرای ما، چی طفلای ما بوده سهم گرفتن و امروز 4 قلم مواد ارتزاقی را میخواهیم به هموطنان ما به کمک شما تقدیم کنیم. و بالاخره این برنامه در اواخر ماه مبارک رمضان برای بیش از 270 خانواده مواد غذایی و میوه عید را به کمک شما خوبان هدیه نمودیم. سلام هموطنان عزیز، بازم خوش آمدین. امروز میزبان 270 تن از هموطنان عزیز ما هستیم. هر طرف مواد ماندگی از نام خدا، کیک، کلچه، سیمیان، چاکلیت، بادام، نخود، آرد، روغن کجاستی بچه؟ زیرک خدا گرفتی. یک افطاری را که همکارای عزیز ما اگر در بک‌گراند تصویر بیارن ببینین که افطاری را برشان ترتیبات دیدیم. انشالله او را شما بیننده خواد بودین. شبای ماه مبارک رمضان است و امشب چی شب است؟ شب که 99% پروردگار دوباره قبول میکنه و شب قدر است. یعنی شب 27 ماه مبارک رمضان است. کسایی که
اگر دیرم پول روان کردین یا زودم پول روان کردین، ما کوشش کردیم که در یک روز مناسب بر شما کمک هایتان برسانیم که اجر و پاداشتشان دوچند شود. و امروز یا همشب شب 27 ماه مبارک رمضان است. با کمک هموطنان عزیز ما 270 فامیل ما امروز کمک کردیم از قبیل آرد، روغن، بادام، سیمیان، نخود، چاکلیت، کیک، کلچه، بیسکیت. و بالاخره می خواهیم یادآور شویم که این برنامه با راه اندازی برنامه‌های گوناگون به اقشار مختلف جامعه افتخار دارد که خدمات زیاد را برای نیازمندان در کشور انجام داده است. رهبری این برنامه با توجه به نیازهای جامعه و سطح اقتصادی هموطنان در کشور که بیش از 90% این باشندگان را زیر خط فقر تشکیل می دهند، نیاز می بیند تا برای حمایت و دستگیری فقرا در کشور با آنها درخواست کمک نماییم. و تا حال سپاسگزاری ویژه می نماییم از تمامی حامیان مالی و معنوی این برنامه. معبودم، سایه رحمتت را بر گناهانم بیانداز و ابر مهربانیت را به سوی عیبهایم بفرست. معبودم، آیا برده فراری جز به سوی مولایش باز می گردد؟ یا کسی به او از خشم مولایش جز مولایش پناه می دهد؟ معبودم، اگر پشیمانی از گناه توبه است، پس به عزتت سوگند که من از پشیمانانم. و اگر آمرزش طلبی از خطاکاری سبب فرو ریختن خطاها از پروردگار است، من از آمرزش خواهانم. حق رضایت با دوست تا راضی شوی. خدایا، با تواناییت بر من توبه ام را بپذیر و با بردباریت نسبت بر من از من بگذر و با آگاهیت از حال من با من مدارا کن. معبودم، تویی که بر روی بندگانت در به سوی بخششت گشودی، پس عذر کسی که از ورود به این در پس از گشوده شدنش غفلت ورزد چه میتواند باشد؟ معبودم، اگر نافرمانی و گناه از بندهت زشت است، پس گذشت از جانب تو زیباست. ایان که هرگاه بندهت از او بخواهد عطایش کند و هرگاه چیزی را که نزد اوست آرزو کند به آرزویش برساند و از زمانی که به او روی آورد مقرب و نزدیکش سازد و گاهی که تظاهر به گناه کند گناه را پرده پوشی نماید و آنگاه که بر او توکل نماید او را بس باشد و کفایت کند. ای آن که قصد کنندگان بر رحمتش خوشبخت شده و آمرزش خواهان به انتقامش بدبخت نشدند. چگونه فراموشت کنم که همیشه به یادم بوده ای و چگونه از تو بیخبر شوم که تو نگهبانم هستی. معبودم، دستم را به دامن کرمت آویختم و برای رسیدن به عطایت سفره آرزویم را گستردم. مرا به خلوص توحیدت خالص کن و از بندگان برگزیدت قرار ده. معبودم، زبانها از ادای ثنایت آنچنان که شایسته عظمت توست کوتاه است و خردها از درک جمالت ناتوان است و دیده ها از تماشای بزرگی های ذاتت درمانده است. برای انسان ها راهی به سوی شناساییت جز ناتوانی از شناختت نیست. پس ما را از راندن و دور کردنت پناه ده و از ویژه ترین عارفانت و شایسته ترین بندگانت و رازگوی ترین فرمانبرانت و خالصترین پرستندگانت قرار بده. خدایا، گناهان بر من لباس خواری پوشانده و دوری از تو جامعه درماندگی بر تنم پیچیده و بزرگی جنایاتم دلم را میرانده. پس آن را به تو و به درگاهت زنده کن ای آرزویم و مرادم و خواستم و امیدم. به عزتت سوگند برای گناهانم
آمرزنده جستو نمیابم و برای دل شکستگیم جبران کننده جستو نمیبینم. به پیشگاهت با توبه و انابه فروتنی کردم و با ذلت و خواری به درگاهت تسلیم شدم. اگر مرا از درگاهت برانی به کی روی آورم و به کی پناه برم؟ و این حال افسوس از شرمندگی و رسواییم و وای از نگرانیم از زشتی کردار و مرتکب شدن گناهانم. الهی به تو پناه میبرم، مرا با بزرگی این شبت ببخش. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.